سلام به فالوور عزیز پیجم. چند تا گوشی کارکرده سری اس سامسونگ برام موجود شده، میریم برای معرفیش. اولین دستگاهی که برام موجود شده S20 پلاس 5G رم 828. دوستان این دستگاه واقعا مشابه نوع بدون خط و خش، فول پک شارژر 15 واتی اورجینال و کابل شارژش هم داره. کسایی که سری اس استفاده کردن میدونن که چه کیفیتی سری اس داره. دومین دستگاهی که برام موجود شده S21 FE 5G رنگ زیبایی مشکی مات. این دستگاه 256 گیگه. این هم دستگاه واقعا دستگاه تر و تمیزیه بدون باز شدگی. یه چند تا در واقع خط و خشای ریز داره. سومین دستگاهی که برام موجود شده S20 FE در رنگ زیبای سرمه‌ای. این دستگاه هم دوستان قیمتی که داره به نظر من خیلی کیفیت خوبی داره. همچنان شما میتونید عکسای با کیفیتی باش داشته باشین. صفحه نمایش بسیار با کیفیت داره، خیلی خوبه در واقع ساختنش و اکتینوس 990 رو پشتیبانی میکنه. دوستان شاید براتون سوال بشه خب با توجه به این قیمت من میتونم برم سراغ گوشی‌های میان رده سامسونگ یا شیائومی. دوستان سری اس سامسونگ واقعا کیفیت خیلی خوبی داره. کسی که استفاده کردن میدونن دوربین خوب، صفحه نمایش خوب، کیفیت ساخت بالا و اینکه شما بعدا برای ارتقا در واقع راحت میتونید این دستگاه رو بفروشین و بورس کارکرده خیلی خوبی هم داره. الان هم که قیمت گوشه آکبند هم مناسب شده، حالا اگه شرایط مالیشو دارین میتونین در واقع آکبندش هم خرید.